سلام علیکم برادر عزیز، همه کسا خوش آمدید به کانال ما خانه تیجی. روز همتون بخیر و شادی باشد. امروز 27 ایون مثل هر وقت در خدمت شما هستیم و با شما میمونیم. در امضا نوار یک چند خانه رو پیشنهاد شما میکنم، باوردارم به شما معقول میشود. همتون خواهش میکنم مهنت ما رو قدردانی کنید. همه کسا یادنا لایک بزنید. کدامید که مهمان باشید در کانال پادپیس کن، زنگوله کانال و سیدم که هر روز ویدیو میپرتیم با شما سابسکرایبش برای دیلی خواهانه در کتا در لباس جدا کنید باشه. در تای کمیتر بنویس، ما کوشش میکنیم در نوارنده پیشنهادی شما میکنیم. باقی در پناه الله باشین، دستگیر فراموش نکنید، لایک کار بزنید. خوب دوستای عزیز، نوار امضا را شروع میکنیم. خانه اولی ما قرار دارد در شهر بختر 14 میکرایون ده کمنته 4 اتاج میگه 50 کوادرات. خانه لیفت داره میگه، دمافون داره میگه. خانه در حالت خوب قرار دارد. چه دستورات میبینین. نرخی خانه از 345,000 سامان میگه که با سودا میشود. محرم نمبر صاحب خانه در روی اکران هسته. کدام خانه خرید کنکر نباشیم، خانه را پانی خوب ببین، زنگ بزن، با قطعی معامله میکنه. در صاحب خانه قای کرده که میگه خانه با تمام چیزش میگه که خانه سطح بذاره ما چه میبینیم خیلی میگه. محرم کدام خریدار بشی زنگ بزن. برادر عزیز، همتون خواهش میکنم مهنت ما را قدردانی، همه کسا لایک بزنید. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. خانه نوبتی ما دو کمنته دیمترش 38 کوادرات قرار دارد در نویای فیلدوسی شهر دوشنبه پشت بازار کروم پیش رای افاختر ده میگن. خانه ریموت شبیه ببینید چه خیلی میخه بچه چورش میگیری میگه. در صاحب خانه قای کرده میگه کدام خانه خری کنگره ده میگه، همون زنگ بزنه. التماس برادر بهوده زنگ نزنین. نمره صاحب خانه در روی اکران هست. مرحمت کدام خریدار بشه باشن زنگ بزن. نام کانال ما گازش شه بچه با خطی ارزان میکنه. محرمت برادر عزیز، تکرار آنشا بسیارش ما در کانال ما مهمونه. احمدتان خواهش میکنم همه کسا لایک کار بزنید. دل خواهانه در کتا حتما در زیر کمیتر بنویس. ما کوشش میکنیم هر نوارده از کدام نوعیه باشه پیشنهادی شما کنیم. برادر عزیز، نواری ما ادامه دارد. خانه نوبتی ما یک کمنته 1 متر جای 30 کوادرات بردار در نوعیه رودکی پیش فابریکه لینینگراد میگه شهر دوشنبه. نرخ خانه 240,000 سومان میگه. در جای صاحب خانه قای کرده که خانه ریمونت و تمام شرایطش میگه چه میتونه نو ریمونت کرده میگن کرد خریدار بش میگن. خلاص گپ رشه گپ میشه که خانه چه کانسر پانسر همه چی داره میگه. میاری گلم شما پارتو زندگی میکنی میگه. مسجد صدیق همش میگه نزدیکی در گارنتور پاندو کوخنی بانت توالت همش ریمونت اینا خاطر. محرمت کدام خانه خری کن کردم شی. نمره صاحب خانه در روی اکران هست. 970 34 46 خریدار کن کردم زنگ بزن. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. احمدتان خواهش میکنم پیش نوار تماشا کنید، همه کسا لایک بزنید. خانه نوبتی ما یک کمنته 4 اتاج است 38 کوادرات قرار دارد در گیپرازین پایش زپرفکای تاجران در طرفی گراداگ میگن شهر دوشنبه. نقش 180,000 سامان میگه. در جای صاحب خانه قای کرده میگه ریمونت چه میبینید چه خیلی میگن خیلی میگن. خانه کنکره نفروختنه. مرحمت کدام خریداری کنکره نباشین. نمره صاحب خانه در روی اکران هست. مرحمت زنگ بزنید با قطعا سودا میکنه. برادر عزیز، با شما چی نام خانه معقوله در کدام نوعیه معقوله بگیم و حتما کوشش میکنیم برای شما پیشکش میکنیم. شما فقط یک دستگیری کنین، همه کسا لایک بزنین. کدام که مهمون بشید در کانال پادپیس کنین، نمیقدر کار کنه دیگه شما پیشکشی شما میکنیم. باقی در پناه الله باشین، نوار تاخش تماشا کنین. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. خانه نوبتی ما قرار دارد در نوعیه سینا شهر دوشنبه. یک کمنته 15 اتاج در بردار طرف دومی مستراک طرف زرنیسار میشه 40 کوادرات برادران. نرخی خانه 150,000 سامان میگه که ارزان است. نمره صاحب خانه در روی اکران هست برادران. مرحمت کدام خریداری کنکره نباشید. نه پروژه خانه نشان دادیم. خریدار انیق زنگ بزنم. برادر عزیز، بسیار شما در کانال مهمونین. همتون خواهش میکنم همه کسا لایک کار بزنید که مهمون باشید پادپیس کنید. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. این آخرین خانه ما میشه برادران. یک کمنته 4 متر 31 کوادرات میباشد. قرار دارد در نوعیه سینا کوچه یوسفی وفا شهر دوشنبه. نرخ خانه 185,000 سامان نکی با سودا میشوند.
امروز صاحب خانه در روی اکران هست. در جا صاحب خانه قای کرده میگه خانه ریمو کاغی 100 روزه شرکت سیگا قولی پولی هم چطور میگن با همین تمام تجهیزات میخره میگه مرحمت کدام خریدار باشه شی باشه زنگ بزن اینومی کانال ما گاوزه با قد سودا میکنم برادر عزیز 28 مونده کنم مهمونین احمدتون خوش میکنم همه کس لایک کار بزنین دل خاموش خانه دایکوتون حتما در زیر کامنت را بنویسین باقی در پناه الله باشین دستگیر فراموش نکنین همه کس لایک کار بزنین